شکر بازم زیر این سقف و دور این سفره با هم جمع شدیم. این خونه کلنگ. آره البته یوتیوب کلنگیه ولی هومیلند تیوی هرگز. درود عرض ادب خدمت همه شنوندگان و بیننده های گرامی. لطفا لایک و سابسکرایب فراموش نشه. زنگوله رو هم بزنید آقا، این زنگوله مفیده براتون، والا بلا خواص دارویی داره. بگذاریم. خب صحبت امروز ما راجع به این دو دوست اومیای من، زوجی که به طرز واقعی فیک بودن، یعنی یه فیک واقعی، یه کیک فیک، یه فیک کاپ کیک واقعی. بگذاریم. خب بریم اول صحبت های پژمان رو بشنویم. این چیز بگم که هم تو بدونی، هم انقدری که خدا رو شکر شما با مردم راحت شدی، به ما هم اجازه دادی که ما هم با مردم یه ذره درد و دل کنیم. من به خاطر حمایت از تو که یه خانوم بودی تا الان هر چی بود در این دنیا، هر فوش، هر هیتی که بود تحمل کردم که پای حرفی که گفته بودم بایستم. من بارها از تو درخواست کردم، شاهین در جریان، تناز در جریان، بچه ها حتی به واسطه که تو بهشون گفتی اون شب که من گفتم نگو به هیچکی چون میدونم بچه ها ناراحت میشن، چندین بار از تو درخواست کردم که توی فینال پشتیم بگیم ما کاپل نیستیم و بریم، که آخرش هم تو به شاهین و تناز اینو گفتی، اونا نذاشتن و من این کارو کردم ولی اونا نذاشتن. همه میدونن من چندین بار خواستم که پشتیم و بگیم کاپل نیستیم، تو نذاشتی. من فوتبال بودم، الان اومدم که گویا این برنامه پخش شد، دیدید که من به حمایت از خانومایی که اونجا بودم و این فوشایی که میدادن عصبی شدم. حالا برید قضاوت بکنید که این زن ستیزه، این فلانه، این بساله. اینم آخرین استوری که سعی میکنم در مورد این برنامه فوق مزخرفی که واقعا دیگه چندش هم میشه از تک تک اون آدما و اون همه چیش. فقط زود قضاوت نکنید، آدم باشید، آدم. آخه فدای زاویه 2001 کجت بشم، فدای اون 33% گلزارت بشم. اگه اینطوری که تو میگی باشه چرا باید بعد 80 قسمت بیای اینو بگی؟ اصلا اگه دنبال رابطه و این چیزا نبودی تو این برنامه چیکار میکردی دوکی جون؟ دوکی جون. شوخی میکنم پژمان جون، واقعا بعد 80 قسمت تو این برنامه چه غلطی میکنی عزیز دل برادر؟ البته من فکر میکردم اینجا گویا برما بازی میکنن و اشغال برای این همه خوشتی من یه جا نایده بودم، باور کنید. واسه همین اومدم و دیگه گفتم که باشه دکتر کافیه انقدر خودتو توضیح نده، بعدا توی ویدیو کامل و مفصل به تو میپردازیم، کار داریم حالا. اما برگردیم سراغ خانم ماهرخ عزیز دلم، حالت چطوره؟ خب بریم بشنویم ماهرخ چی گفت. داشته یکی شوهر داشته، یکی دوستش دوست پسر صمیمی رفیق صمیمیش بوده. من نمیدونم این برنامه عشق ابدی بوده یا واقعا خیلی متاسفم، فقط همین رو میتونم بگم. شما اگه رابطه‌ای داشتی که می‌خواستی درستش کنی آقای پژمان، اصلا اولا واسه چی توی این برنامه شرکت کردی؟ دوم این که واسه چی اصلا اومدی با کسی کاپل اعلام کردی؟ و سوم این که چرا هر باری که ازت پرسیدم که چیزی هست که من باید بدونم گفتی نه یکم باهوش باش و منو بوسیدی و خیلی راحت از بغلش گذشتی؟ بله شما به من گفتی که توی رابطت اشتباهات زیادی کردی، اما به من نگفتی که الان توی رابطه هستی و به من نگفتی که من میخوام برم رابطه‌مو درست کنم. حرفی که شما به من زدی و همه بچه ها هم اینو میدونن چون از منم پرسیدن دقیقاً راجع به این ماجرا و منم بهشون گفتم، به من گفتی ما بعد از اینکه این برنامه تموم بشه هر کدوممون میریم توی خونه خودمون به خاطر اینکه ببینیم دلمون برای هم تنگ میشه یا نه و من سقف خونم داره آب میده، تاکید میکنم که باید بله تاکید میکنم سقف خونم داره آب میده، باید برم همسایه زنگ زده اونو درستش کنم و بعد برگردم استانبول با هم دیگه صحبت کنیم و پیش بریم. چیزی که به من گفت. حالا الان میخوای انکارش کنی، الان میخوای بگی نگفتم، الان میخوای بگی من گفتم توی رابطه بودم که جلوه من خراب کنی که بگن ماهرخ به خاطر مسابقه توی ارتباط بوده. حالا ما حرف از فقر و درویشی و
عشق الهی زدیم و شما نمیتونی سوء استفاده کنی از این موضوع و بخوای الان به خاطر اینکه خودتو سفید کنی با شخصیت من و با اون چیزی که تو درون من بازی کنی و مطمئن باش اگر قرار باشه از چیزی دفاع بشه من از حق خودم دفاع میکنم. پس بهتره که این موضوع رو اینجا ببندیم و پذیرش اشتباه اصلا من راحت دروغ میگم. شما اول صبح اومدی دست منو گرفتی توی ویلا با من تانگو رقصیدی. شما وقتی مشروب میخوردی میومدی منو بغل میکردی، به من ابراز احساس میکردی و یه عالمه چیزایی که خودت هم خوب میدونی این موضوع رو. از حتی آهنگ خواجه امیری گرفته تو این ور ویلا که نشسته بودیم و گفتی که من نمیخوام کاری بکنم که بعدم پشیمون بشم و بگم چرا این دختر رو از دست دادم. و مرد باشیم حداقل این مرد بودن خیلی چیز مهمیه دیگه. خیلی داره کم پیدا میشه. من فکر کنم شما خیلی آدم فرهیخته با شخصیت با لول و مردی هستی، اما خب الان دارم میبینم که ای وای به خاطر ویو، به خاطر درست کردن رابطه الانت میخوای منو خراب بکنی و همچین اتفاقی نمیفته. شما فکر کنم فراموش کردی که صبح واسه من صبحونه درست میکردی و میآوردی اتاق میکاپ. فکر کنم فراموش کردی نامه‌های عاشقانه‌ای که برای من نوشته بودی. یکیشم که بعد ضبط برات فرستادم، گفتم یادگاری. و نمیدونم اینا نشون دهنده اینه که شما میخوای برگردی تو رابطه قبلیت و رابطت رو درست کنی، یا الان چون تو شرایطی هستی که مجبوری این حرفا رو بزنی مردونه که تو زیر پا گذاشتی. حداقل با من که نکن این کارو. من اما میدونی من ماهرخم آدمی نیستم که بخوام خب خانم مارپل، خانم ماریکوری، خانم ماهرخ، شما مگه از ماچ نکردن میلاد و بغل بازی نداشتن و این کار و اون کار رو نکردن و کلن از نکردن شاکی نبودی؟ چجوری با فردی که 80 قسمت، تکرار میکنم 80 قسمت با کسی موندی که حتی اکثر اوقات نگاهت هم نمیکرد و هیچ عشق و دوست داشتنی و ما مردم بین شما ندیدیم. البته از شما یه چیزای دیدیم، یه چیزا که چه عرض کنم خیلی چیزا دیدیم، اما از این نصف گلزارمون هیچی ندیدیم. میفهمی؟ این دردناکه. هیچی ندیدیم خانم ماهرخ. والا ما مردم احمق نیستیم خانم. مرد و زن رو ولش کن، یه ذره انسان باشیم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.